ولی توسط رئیس جمهوری که ساختار نظام برش صلاحیت‌های بی پایان داده، فوق رأی مردم افغانستان برش صلاحیت داده، این دوباره ابقا میشه و کار خود ادامه میکنه. آقای دکتر میدی قانون این صلاحیت به آقای رئیس جمهور نداده، ولی خب اونا نوع فشار آوردن، نوع برای آرای مردم وقت نگذاشتن. من تصور میکنم که داده. من که میگم مشکل در ساختار نظام است، از اینجا میگم برشون داده. یعنی اگر شورای امروز هم سلب صلاحیت از وزیر بکنه رئیس جمهور، روی کدام ماده قانون آقای دکتر؟ روح قانونی اساسی افغانستان میتونه است. روح قانونی اساسی افغانستان فرد سالار است به اصطلاح. اجازه بفرمایید من حرفم ناتمام مانده. خواهش میکنم. وقتی این وزیر دوباره میره و مسند قدرت مینشینه، دو پیامد داره. ما میخوایم که ریشه های فساد اداری در افغانستان نشان بدیم که ساختاری است. دو پیامد داره. پیامد اول، شخص این وزیر، مامورین مربوط به وزارتش، سایر وزرا، سایر مامورین تشجیع میشن که کس پرسیدگر در این کشور نیست، وجود نداره، میتونی هر کاری که انجام بدی. بله. یک پیامد منفی دومش، پارلمان بر خود بی‌باور میشه. دقیقاً. نماینده های ملت بر خود بی‌باور میشه. بله. مردم افغانستان نسبت به انتخابات بی‌باور میشن. نسبت به شعار دموکراسی بی‌باور میشن. دقیقاً. این است منشأ فساد اداری در افغانستان و باور دارم تا زمانی که ساختار نظام سیاسی افغانستان تغییر نخوره، ما برای فساد چیره نمیشه. ما نمیتونیم بساطی فساد از افغانستان برچینیم. ساختار چگونه ساختار دولتی و نظامی؟ من یک بار دیگه تکرار میکنم که ما طرفدار عدم تمرکز نظام هستم، عدم تمرکز قدرت هستم. قدرت باید توزیع شود. اما چگونه مکانیزم چگونه باید باشه؟ خدمت میگم. بله، در دو مستوا قدرت باید توزیع شود. اول به طور افقی، یعنی تفکیک قوا میان قوه اجراییه، قوه قضاییه و قوه مقننه، این را تقسیم به اصطلاح افقی قدرت میگن، شبه صورت بگیره. امروز میبینیم که قوه اجراییه هم در دست رئیس جمهور است، یعنی تفکیک وجود نداره در اینجا و رئیس جمهور از مسند ریاست جمهوری در واقع قوه اجراییه را بر دو قوه دیگه که پارلمان یا قوه مقننه و قوه قضاییه باشه، برای دو قوه مستولی ساخته، مسلط ساخته. اونها نمیتونن که به طور مستقل عمل بکنن. اول میخوایم که امی تقسیم افقی قدرت صورت بگیره. در ثانی من طرفدار تقسیم عمودی قدرت هستم. یعنی میخوایم که یک مقدار صلاحیت ها به ولایات داده شود، برای شوراهای ولایتی داده شود، مخصوصا برای شوراهای ولایتی صلاحیت داده شود. از جمله صلاحیت انتخاب والی باید داده شود برای شوراهای ولایتی. خب نوع ساختار لیبرالی میشه دیگه، فدرالی میشه. شاید فدرالی به این ترتیبی که من گفتم تعریفش این نباشه. میگن یکی از تعریف های فدرالی، نظام فدرالی است که فدرال نظامی است که اقوامی که نمیخواهند از هم جدا شوند، اقوامی که نمیخوان از هم جدا شوند، دولت را که تشکیل میتن دولت فدرال است. لابد جناب شما و بسیاری از بیننده ها و شنونده های رادیو و تلویزیون ما میدونن که ریشه نظام فدرالی از تشکل دولت در ایالات متحده آمریکا است. یعنی که چگونگی شکل گرفتن دولت ایالات متحده آمریکا است که فدرالیسم به وجود آورده. ولی نقطه‌ای که من میخوایم اشاره کنم است که بسیار قابل تعجب است. فدرالیسم امروزه در افغانستان خلاف آنچه را که در آوان تدوین و تکوین این اصطلاح به اصطلاح مستفاد میشد، مردم میدانستند، مردم ایالات متحده آمریکا میدانستند، خلاف از امروز تعبیر میشه در افغانستان. در ایالات وقتی که 13 ایالت با یک اتحادیه استقلال خود از انگلستان گرفتن، دو نظریه وجود داشت. یک عده میگفتند که این 13 ایالت یک دولت متمرکز بسازند. اینها را فدرالیستا میگفتند. بله. در حالی که تعداد دیگری بودند اونها مخالفی بودند، میگفتند نه، صلاحیت ها بیشتر از ایالات باشد. اینا را آنتی فدرالیست میگفتند. میبینید که خلاف آنچه که امروز ما شما میدانید. دقیق. امروز کسانی که میگن صلاحیت بیشتر از برای ولایات داده شود، برای ها فدرالیست گفته میشه.
چی در آینده بخیر پلان دارین؟ آیا این شورای متحد ملی را که شما ساختین به همین گونه شورا باقی خواهد ماند یا من حیث یک حزب سیاسی اون هم یک اپوزیسیون؟ چرا در افغانستان اتفاقا مانند دیگر کشورها یک اپوزیسیون قوی هم وجود نداره تا بتانه جلو لاقل پلان های دولت، جلو کارهای دولت و یا لاقل نوی بیلانس نگاه بکنه بین خودکامگی های یک فرد که میتونه فرمودی شما نوین حصار داره بالای قدرت سیاسی. به نظرتان ضرورت یک اپوزیسیون چقدر زیاد است؟ شما شورای متحد ملی هم دارین، عملا دیگر شوراهای هم وجود داره که به نحو اپوزیسیون عمل میکنن. ضرورت ایجاد یک اپوزیسیون، اول ما میتونیم اگر اپوزیسیون قوی داشته باشیم دارای یک پارلمان قوی منسجم میشیم. یک مقوله عربی است میگه که تعرف الاشیاء بازدادها، اشیا به ازداد شناخته میشن. بله، فلسفه مولانا صاحب بزرگوار است. بله. دموکراسی به اپوزیسیون به ضدش معنا و مفهوم نداره. بله. و به همین خاطر است که حرکت فعلی یک شب دموکراسی است. دقیقاً. بله. چرا اونجا اپوزیسیون نه وجود داره نه مجال برش میدن که تشکیل شوند. بله. من تصور میکنم که در یک نظام دموکراتیک همونطوری که وظیفه دولت ساختن نهادهای سالم دولتی است، همکاری دولت یکی از وظایف دولت ساختن نظام اپوزیسیون هم است. یعنی همین دولت مکلف و موظف است که اپوزیسیون خود هم باید بسازه و همکاری کنه. کما که امروز شما بهتر میدونید در کشورهای دیگه اروپا و امریکا که دموکراسی رو بدون شک ما از اونجا میگیریم، در اون جاها اپوزیسیون بودجه معینی داره. بله. اپوزیسیون حسابدهی معینی داره، مثل که دولت حساب میته برای پارلمان و برای ملت، اپوزیسیون همچنان. بله. و بودجه میگیره از دولت برای رشد خود. بله. چون یک دولت به اصطلاح سایه است که به محض اینکه این دولت عمرش به پایان میرسه سقوط میکنه. بله. او با تمام پرسنل و همزمان کرسی های را در پارلمان هم داشته می باشه و پست های را هم در دولت احراز میکنن. من گمان میکنم که یکی از وظایف را که جامعه جهانی در طول 10 سال گذشته فراموش کرده و این ما در اکثر صحبتایی که امرای دوستای اروپایی و امریکایی خود داشتیم برشان تذکر دادیم که شما از وظیفه ساختن اپوزیسیون همیشه اهمال کردید. نوه راست موجود. بله، نادیده گرفت. بله. به همین دلیل است که وقت مطرح میشه که خوب فلان آدم نه عوضش کی، همه در میمانند. به خاطر اینکه که اپوزیسیون همکاری نکردن. چگونه میتونه ما بالاخره بر این ساختارهای سنتی قرون که بیشتر هم محصول استعمار بوده در این کشور و خواسته به نحو نگاهش بکنن؟ من تردید ندارم آقای عابد که طی 30 سال گذشته ما در عرصه تفکر سیاسی پیشرفت هایی داشتیم. نفس ای که ما امروز در قانون اساسی ما نوشته میکنیم که فرد اول مملکت توسط انتخابات باید تعیین شود و این را مقایسه میکنیم با 30 سال قبل یا 40-50 سال قبل که شب پدر میمرد و صبح ما میخستیم از خواب میگفتن که فلانی پادشاه شده. یک پیشرفت است. بله. ولی از منظرهای دیگه وقتی ما نگاه میکنیم به قضیه، نه تنها پیشرفت نداریم که عقبگرد داریم. من تصور میکنم که در قانون اساسی سال 1343 گام های استواری نهاده شده بود. دوره دموکراسی بله، سنگ های محکم گذاشته شده بود که اگر ادامه پیدا میکرد تا امروز ما دارای بهترین نظام سیاسی بودیم. من پیشنهاد میکنم که روشنفکرای ما، علمای ما، اهل بینش ما، خبره های ما به این بیندیشن، فشار بیندازن که اجازه داده شود تا برای برآمدن از نظام قوم سالاری به اصطلاح در افغانستان ما به طرف یک نظام حزبی بریم. نظام حزبی برای قوم برتریت قائل نیست، برای اقوام برتریت قائل نیست. یک ساختار جور میکنه افغانستان شمول که مرزهای قومی و زبانی و مذهبی و اینها را میشکنن، با افکار جمع میشن که محور شالودهش منافع کل افغانستان است. دقیقاً. نه منافع سمت قوم، نژاد، گروه. آقای دکتر بسیار جالب حرف را زدین. هیچ کشور غالبا در دنیا پیدا نمیشه که متشکل از اقوام مختلف نباشد. ولی در هیچ کشوری که داد از دموکراسی میزنن چنین نیست که هر کس برای قومیتش چیزی را طلب شوند و یا لااقل او را مبدا و محور قرار بده برای حصول منافع و حرفایشان. خب چطور میشه که یک محوریت، یک فکر ملی ایجاد شود، نه فکر قومی، نه فکر آقا و باداری؟ من پیشنهاد میکنم که مدل هایی را که مقصد شما اشاره فرمودین تقریبا همه کشورهای دنیا متشکل از اقوام و گروه های متعدد است که سیریل قومی هستند
مدل هایی که به افغانستان از نظر فرهنگی و تاریخی بسیار نزدیک هستند، به اون مدل ها یک بار ما تعمق کنیم بیاندیشیم. مثلا هندوستان. شما بهتر می‌دانید کشوری است که دارای 350 قوم است. بله. افغانستان به مشکل 20-22 قوم است و به 17 زبان این مردم افغانستان صحبت میکنند. اونجا 350 قوم است. ادیان مختلف است. در افغانستان مذاهب مختلف شامل یک دین است. ما یک اقلیت هندو داریم. ناچیز. و 99% مردم افغانستان مسلمانند. یعنی مشکل کران از لحاظ نداریم. بله. اونجا ادیان که اونم هست. بله. بودایی است. تمام مذاهب دنیا زنده، 20 مذهب زنده دنیا در اونجا است. کلکسیون ادیان است در بله. بله. ولی تونستن مشکل خود حل بکنن. خب چگونه ما میتونیم؟ من تصور میکنم که مدل را که هندوستان به وجود آورده، امروزه یک سک آقای منموهن سینگ صدر اعظم یا رهبر کشور است. بله. رهبر 1,100,000,000 نفوس است. بله. یکی از این مردم دیگه به خود امی جرأت نمیدن، از خود نمیپرسن یا از جامعه نمیپرسن یا تحریک نمیکنن که چرا این آدمی که سک است متعلق به 5% نفوس هندوستان است. بله. و یا ابوالکلام آزاد رئیس جمهور بوده ولی خب اونم به مسلمان بوده. به اقلیت 10-12%. بله. پرسیدین چگونه؟ میبینیم که از طریق نظام حزبی. بله. میبینیم که از طریق نظام پارلمانی. بله. میبینیم که از طریق توزیع قدرت. بله. با مراجعه به مردم. با مراجعه به آرای مردم. واقعا همونطور. از این طریق آمدن این نظام خود مشکل حل کردن. به نظر من مدل است. من یقین دارم که شما فراموش نکردین که در جریان لوی جرگه قانون اساسی افغانستان چنین حرف مطرح بود. ما از روز اول اصرار میکردیم قبل از اینکه ما بریم به مساوده یا مساوده هایی که تهیه شده توسط کمیسیون تصویب قانون اساسی به اون مساوده ها سر بزنیم، اول ساختار نظام سیاسی افغانستان در لوی جرگه بحث شد. به اتفاق برسیم حتی اجازه داشته باشه کسانی که میخوان که اعاده سلطنت شود اونجا بودن، آقای واصفی حرف خدا بزنن. بله. پلتفرم‌های خود مطرح کنن. کسانی که میخوان نظام ریاستی که دولت موجود مساوده شد تهیه کرده علاقمند است سر از او گپ بزنن، اونا هم حرف خدا بزنن. با ما که ما نظام ساختار نظام پارلمانی میخوایم بر ما اجازه بدین، ما هم صحبت میکنیم. ولی متاسفانه با نگذاشتن در بیرون خیمه لوی جرگه در خیمه های کوچک یا خیمچه ها کسانی نشسته بودند که جریان زیر کنترل گرفته بودند، نگذاشتن که این مسئله مطرح شود. و الا یک مدل اما قسمی که عرض کردم مدل هندوستان بود باید مطرح میشد که مشکل کشور حل کرده. یعنی میخوایم عرض بکنیم که در لوی جرگه قانون اساسی افغانستان با سوال اصلی که چرا جنگ داخلی در افغانستان است هرگز حاضر نشدن بپردازن، چه بسا که برای جواب داده باشند. از خداوند بزرگ و منان استدعا میکنیم شما به تمام آرزوهای قلبیتان برسین. همونطور که در آغاز گفتم فکرتان مشعل باشه برای راهنمایی مردم و توده های ما. قلم و خامه‌تان پربار باد. خیلی تشکر، لطف کردین. سلامت باشین، زنده باشین که به برنامه ما تشریف آوردین. سلامت باشین آقای عابر. سلامت باشین. و بیننده‌های عزیز، این بود یک برنامه دیگر شام عابر با آقای دکتر مهدی، مردی از قبیله قلم و شمشیر و هنر و فرهنگ. و من مطمئن هستم پر از شادی و سرور و معلومات و آگاهی برای شما بیننده‌های عزیز بوده. تا تقدیم یک برنامه دیگر که باز هم مهمان عالی قدر می داشته باشم، همه را به خداوند شام و سحر می سپارم. این شام عابر هم به نام قشنگ تو. شب بخیر. الله حافظ.